دوستان خوبم سلام. امروز میخوایم یاد بگیریم که برای یادگیری انگلیسی از سطح صفر به صورت قدم به قدم و به صورت خودآموز باید چه کاری رو انجام بدیم. یعنی هم دوستی که صفر چه کاری رو انجام بده و هم خیلی از دوستا سطحشون صفر نیست، بارها رفتن شروع کردن زبان رو، حالا یا کلاس‌های مختلفی رو شرکت کردن یا توی مدرسه خوندن و یه چیزهایی رو بلد هستن، اما میخوان یه بار برای همیشه از اول شروع کنن و انگلیسی رو یاد بگیرن. باید چیکار کنن؟ امروز یاد میگیم که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و منابعی که باید استفاده کنیم رو هم معرفی خواهیم کرد و در اختیارتون قرار میدیم. خب بریم شروع کنیم آموزشمون رو، ببینیم که باید چیکار انجام بدیم. خب اول ببینیم یادگیری زبان یعنی چی. وقتی میخوایم بگیم زبان یاد میگیرم، یعنی میخوایم چه کاری رو انجام بدم. خب طبعا یادگیری زبان یعنی این که شما وقتی یه جایی بودید، توی یه موقعیتی بودید، بتونید جمله مناسب رو بیان کنید. اون جمله رو که میخواید طرف مقابل یه مفهومی رو توی ذهنتون دارید، اون طرف مقابل اون مفهوم رو بگیره رو به صورت یه جمله درست با کلمات درست با یه ساختار درست بیان کنید. پس اصل یادگیری زبان انگلیسی یعنی اینکه شما جمله مناسب رو بتونید بسازید. پس یادگیری انگلیسی یا یادگیری هر زبانی یعنی جمله سازی. خب حالا جمله رو چجوری میسازیم؟ برای جمله ساختن چی لازم داریم؟ خب قطعاً جمله از یه سری از کلمات درست شده، پس ما به کلمه نیاز داریم. خب اما این کلمات رو آیا میشه همینجوری کنار هم قرار داد؟ مثلا این جمله فارسی رو ببینید، بازار من دیروز را علی در دیدم. خب این جمله خیلی مفهوم نیست، حالا شاید یه چیزایی رو متوجه بشیم، ولی خب جمله‌ایه که شما اگه هر جای این رو بگید بهت میخندن. پس صرف دونستن کلمات توی هیچ زبانی به تنهایی کافی نیست، باید بدونیم اون کلمات رو چجوری به چه ترتیبی در کنار همدیگه قرار بدیم و این کار رو چی انجام میده؟ این کار رو گرامر انجام میده. پس ما باید کلمه رو بلد باشیم و بعد اینکه کلمه رو یاد گرفتیم باید گرامر رو یعنی طرز درست قرار دادن اون کلمات کنار همدیگه رو هم بلد باشیم. اما هیچ کدوم از این دوتا بدون هم به درد نمیخوره. درسته شما اگه یه سری کلمات رو بلد باشید خیلی وقتا میتونید گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید. مثلا شما کلمه نمک به عنوان salt به معنای نمک رو بلد هستید. خب سر میز نهار یا شام هستید میگید salt، خب لازم نیست بقیه کلمات رو هم بلد باشید. طرف مقابل متوجه میشه که شما نمک لازم دارید. اما خب ما میخوایم درست و درمون صحبت کنیم، جوری صحبت کنیم که کسی نتونه بهمون ایراد بگیره. باید چیکار کنیم؟ خب اول لازم اون کلمات رو بلد باشیم. خب اما چه کلماتی رو باید بلد باشیم؟ چند تا کلمه باید یاد بگیریم؟ کدوم کلمات رو یاد بگیریم؟ خب زبان انگلیسی چند تا کلمه داره؟ خب طبق فرهنگ‌های مختلف، فرهنگ لغت‌های مختلف، تعداد این لغات متفاوته. اما مثلا فرهنگ جامع آکسفورد حدود 170,000 تا کلمه انگلیسی توش هست. اما آیا باید همه این 170,000 تا کلمه رو ما بلد باشیم؟ اصلا همچین چیزی امکان پذیر؟ خیر. یه فرد که انگلیسی زبون مادریش هست، فردی که زبون مادریش انگلیسی هست و یه فرد بزرگسال و به لحاظ تحصیلات، مثلا تحصیلات دبیرستانیش رو هم تمام کرده، به صورت میانگین 15 تا 20,000 تا کلمه انگلیسی رو بلد هست. همین اون 170,000 تا رو خود انگلیسی زبون ها هم بلد نیستن، بین 15 تا 20,000 تا کلمه بلد هست. اما از همه اون 15 تا 20,000 تا کلمه هم استفاده نمیکنه. خیلی ها رو بلده ولی اصلا استفاده نداره براش. مثلا ما توی فارسی یا توی زبان مادریمون به همین شکل خیلی از کلمات رو وقتی یکی بگه متوجه میشیم یا یه جایی میخونیم متوجه میشیم، ولی خودمون خیلی وقتا اصلا شاید چند سال هم بگذره اون کلمات رو استفاده نمی کنیم. خب پس چه کلماتی باید بگیریم؟ خوشبختانه توی زبان انگلیسی تحقیقات خیلی گسترده‌ای انجام شده روی کلمات که چه کلماتی مهمتر هستن، چه کلماتی خیلی تکرار میشن و لازمه که اونها رو بلد باشیم. اومدن متن‌های مختلف از کتاب‌های مختلف، نمیدونم سایت‌های مختلف، متن فیلم‌ها، سریال‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، سخنرانی‌های مختلف رو همه رو گردآوری کردن با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری. اینا رو آنالیز کردن، تحلیل کردن ببینن که کدوم کلمات خیلی تکرار شدن. خب و نتایج این تحقیقات رو به صورت خلاصه اگه اینجا بگیم،
شما اگه فقط مهمترین کلمه انگلیسی رو بلد باشید، یعنی فقط یه دونه از کلمات رو بلد باشید، اونم چه کلمه‌ایه؟ کلمه the یا کلمه the که معنای خیلی خاصی هم نداره، توی جاهای مختلف معناش تغییر میکنه، فقط اون رو بلد باشید، حدود 7% کلمات زبان انگلیسی رو بلد هستید. یعنی چی؟ یعنی شما هر متنی رو که بخونید، از هر 100 تا کلمه حدود 10 تاش همین کلمه است. حالا شاید مثلا یه جاهایی بیشتر تکرار بشه، یه جایی کمتر. مثلا شما 100 تا کلمه رو شمردی، شاید همون 10 بار تکرار نشده باشه، 7 بار تکرار نشده باشه، شاید 3 بار تکرار شده باشه. و یه جای دیگه می‌بینید که توی 100 تا کلمه 12 بار مثلا کلمه the تکرار شده. پس این کلمه خیلی مهمه. بعد شما اگه 100 تا کلمه اول رو یاد بگیرید، یعنی فقط 100 تا کلمه ولی 100 تا کلمه مهم و پرتکرار رو یاد بگیرید، 49% متن همه کتاب‌های انگلیسی، نمیدونم فیلم‌های انگلیسی رو متوجه میشید. یعنی از هر 100 تا 49 تاش رو بلد هستید. 1000 تا رو یاد بگیرید، 1000 تا کلمه اول رو یاد بگیرید، 78% رو بلد هستید. ببینید خیلی زیاده. 2000 تا اول رو یاد بگیرید، 85% و 3000 تا اول رو یاد بگیرید، 90% کلمات هر متنی رو بهتون بدن، هر فیلم رو بهتون بدن بلد خواهید شد. البته توی متن‌های عمومی این درصد خیلی بیشتره. یعنی شما 3000 تا کلمه اول رو بلد باشید، یه متن عمومی، یه مثلا گفتگوی روزمره رو بهتون بدن، احتمالا مثلا 97-8% رو بلد هست. فقط از هر 100 تا 2 تا کلمه، شاید 3 تا کلمه رو بلد نباشید. پس مهمه که ما کدوم کلمات رو یاد بگیریم. و خوشبختانه توی زبان انگلیسی کتاب‌های خیلی خوبی هست که میتونید برای یادگیری لغات ازشون استفاده کنید. مهمترین و بهترین منابع برای یادگیری لغات اینا هستن: کتاب‌های Oxford Word Skills، کتاب‌های Vocabulary in Use و کتاب 4000 لغت، که بین این 3 تا کتاب من کتاب Oxford Word Skills رو پیشنهاد میدم. کتاب 4000 لغت لغتاش سطح پیشرفته‌ای دارن، یعنی لغت‌های خیلی آسون رو شامل نمیشه. و این 2 تا دیگه Oxford Word Skills و کتاب‌های Vocabulary in Use کتاب‌های خیلی خیلی خوبی هستن. اما مشکلی که این کتاب‌ها دارن اینه که این کتاب‌ها برای خودآموزی خیلی مناسب نیستن. یعنی شما نمیتونید به تنهایی اینا رو بخونید، چون متنش انگلیسیه و باید یه فردی باشه که شما راهنمایی کنه. برای فردی که سطحش مقدماتیه و چیز زیادی بلد نیست مناسب نیستن. خب باید چیکار کنیم؟ پیشنهاد من چیه؟ من قبلا یه ویدیو درست کردم 1000 تا کلمه انگلیسی که قبل هر چیز باید یاد بگیریم رو، پرتکرارترین ها، مهمترین ها رو توی این ویدیو آوردم و این ویدیو پربازدیدترین ویدیویی هم است که تا الان ساختم و در واقع پربازدیدترین ویدیوی آموزشی یوتیوب فارسی است. در واقع 1,450,000 تا بیشتر تا الان بازدید خورده. خیلی ویدیو مهم و خوبیه. پیشنهاد میکنم اول این ویدیو رو ببینید. هر فردی که میخواد انگلیسی رو یاد بگیره اول این لغات رو بخونه، این لغات رو یاد بگیره. و اول برای بار اول پیشنهادم اینه که از اول تا آخر ویدیو رو ببینید، چون به هر حال شما سطحتون 0 نیست. همونطور که اول ویدیو هم گفتم یه سری از لغات رو بلد هستید. خب وقتی این ویدیو رو نگاه میکنید میبینید که خیلی از لغات رو قبلا دیدید، شنیدید، با تلفظهای درستش آشنا میشید و میبینید که یادگیری زبان خیلی چیز خیلی سختی هم نیست، چون میبینید که اون لغت‌های مهم رو خیلی‌هاش رو قبلا دیدید و خود این باعث میشه که اعتماد به نفس شما بالا بره. پس یه بار از اول تا آخر ویدیو رو ببینید. برای دفعات بعدی بیایید قطعه‌های 50 تایی یا 100 تایی رو انتخاب کنید. یعنی بار اول لغات 1 تا 100 رو، حالا اگه مثلا براتون سخته، مثلا لغات کمتری رو بلد هستید، لغات 1 تا 50 رو انتخاب کنید. اونایی رو که بلد نیستید یادداشت کنید، یه دفترچه تهیه کنید یا میتونید توی نرم افزارهای گوشیتون وارد کنید. اونایی که بلد نیستید رو یادداشت کنید و اینها رو مرور کنید، هر روز مرور کنید تا یاد میگیرید. بعدن که اونا رو کامل یاد گرفتید برید سراغ 50 تا یا 100 تای بعدی. این رو کامل بخونید. این 1000 تای اساسی و اولیه که برای یادگیری انگلیسی، برای اینکه بتونید جمله بسازید ضروریه. خب حالا شما لغت ها رو یاد گرفتید، بعد باید چیکار کنید؟
قسمت بعدی چیه، با این لغات با این کلمات باید چیکار کنیم. خب باید با این کلمات بتونیم جمله بسازیم، جمله سازی کنیم و برای جمله سازی باید گرامرهای ضروری، اون فرمولهای ضروری رو یاد بگیریم. برای یادگیری گرامر هم خب کتاب‌های مختلفی هست، کتاب‌های خیلی خوبی هست. یکیش کتاب‌های گرامر این یوز هست و یکیش هم کتاب‌های بتی ایزار هست که اونم شامل 3 تا کتاب از سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته. توی هر دوتا این سطح بندی رعایت شده، از مبتدی تا پیشرفته. انتخاب من کتاب‌های بتی ایزار هست، هرچند بیشتر دوستان کتاب‌های گرامر این یوز رو انتخاب میکنن. هر دوتا کتاب‌های خیلی خوبی هستن، اما کتاب‌های بتی ایزار کتاب‌های پرحجم‌تری هستن، چندین برابر کتاب‌های گرامر این یوز حجم دارن، چون تمرینات خیلی زیادی رو شامل میشن. خوبی این کتاب‌ها اینه که علاوه بر گرامر و جمله سازی شما رو به لحاظ لغت هم تقویت میکنه، لغات خیلی خوبی هم توشون قرار داره و توی مکالمه هم شما رو خیلی سطحتون رو بالاتر میبره. اما باز هم مثل لغت این کتاب‌ها هم برای خودخوانی، برای فردی که سطح مبتدی هست مناسب نیستن و حتما باید یه فردی این کتاب رو بهتون آموزش بده. پیشنهاد بنده چیه؟ خب من قبلا برای این هم ویدیو ضبط کردم، ویدیو مکالمه انگلیسی در 30 روز. اومدم در قالب 30 روز قواعد جمله سازی که برای مکالمه لازم هست رو آموزش دادم و این ویدیوها هم تا الان بیشتر از 500,000 بار بازدید داشتن. ویدیوهای این مجموعه اولین ویدیوش 500,000 بازدید داشته، بقیه هم که بازدیدهای خیلی خوبی داشتن و دوستان خیلی زیادی از این ویدیوها استفاده کردم. من تا الان بیشتر از 300 تا ویدیو توی یوتیوب منتشر کردم، ولی از همه بیشتر این ویدیوها رو دوست دارم چون خیلی روشون وقت گذاشتم. یعنی برای هر ویدیو که حدود 20 تا 25 دقیقه است شاید بگم که 2-3 روز وقت گذاشتم که چجوری مطالب رو کنار هم قرار بدم، چه مثالهایی رو بیارم، کدوم موضوعات رو اول بگم بعد برم سراغ چه موضوع دیگه‌ای و خیلی وقت گذاشتم و خوشبختانه نتیجه‌ای هم که گرفتم با توجه به بازخوردهایی که از کامنت‌های دوستان توی قسمت کامنت‌ها دیدم خیلی خیلی خوب بوده. پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو حتما ببینید. اول اون 1000 تا کلمه، بعد از اون بیاید سراغ این ویدیوها که گرامرهای ضروری رو یاد بگیرید. البته میتونید، لزومی نداره حتما اون 1000 تا رو کامل یاد بگیرید بعد بیاید سراغ اینا. همزمان با اینکه لغت یاد میگیرید بیاید هر روز مثلا یه قسمت از این رو هم یاد بگیرید. روش خوندنش چجوریه؟ چیکار کنیم؟ چجوری لغات رو بخونیم؟ پیشنهادم اینه که حتما جملات رو با صدای بلند تکرار کنید. این که با صدای بلند لغات رو تکرار میکنید، جملات رو تکرار میکنید، اعتماد به نفستون بالاتر میره. شما صدای خودتون رو به انگلیسی شنیدید، فردا روزی که لازم باشه به انگلیسی صحبت کنید این تجربه رو داشتید، برای بار اولتون نیست و خیلی بهتر میتونید صحبت کنید، اعتماد به نفستون خیلی بالاتر میره. دومین مطلب، باید فیلم رو فقط به بار دیدن بسنده نکنید. فیلم های اول، 1-2 قسمت اول شاید براتون آسون باشه، هرچند اونها هم نکات خیلی مفیدی داره که خیلی ها رو شاید بلد نباشیم. به یه بار دیدن بسنده نکنید. من معمولا توی فیلم ها اول جمله فارسی رو میگم بعد معادل انگلیسی شو. شما باید تا جای فیلم رو تکرار کنید که بتونید به محض شنیدن جمله فارسی معادل انگلیسی شو بگید، یعنی به اون تسلطه برسید. پس این رو هم رعایت کنید، عجله نداشته باشید که حتما سریع برید سراغ فیلم بعدی. ببینید شمایی که الان این ویدیو رو میبینید احتمالاً خب حداقل 5-6 سال از شروع این که انگلیسی شروع کردید، حالا خیلی ازشون شاید بیشتر از 20 سال باشه که با انگلیسی درگیر هستن ولی هنوز خب نتونستن به اون سطح رضایتی که باید برسن. پس عجله نکنید، به جای اینکه مثلا بخواید توی 1 ماه جمع کنید بذارید 2 ماه طول بکشه، ولی واقعا بعد این 2 ماه 3 ماه به سطح قابل قبولی برسید. و سومین مورد که خیلی مهمه، بعد از اینکه فیلم رو نگاه کردید و اون ساختارها رو یاد گرفتید، بیایید با توجه به اونها جمله واقعی مربوط به خودتون و اطرافیانتون به کار ببرید و بسازید. یعنی چی؟ مثلا ما توی فیلم شاید در مورد have و has توضیح داده باشیم که مثلا برای این که بگیم یه چیزی رو داریم از I have استفاده میکنیم، برای نداشتن از I don't have استفاده میکنیم.
حالا بیایید برای خودتون ببینید مثلا چی دارید. بگید I have a book, I have a car. مثلا من خونه دارم. I don't have a house. همه این جملات رو برای خودتون بگید. بعد بیایید برای اطرافیانتون واقعی باشه. مثلا بگید My father has 2 sisters. پدرم 2 تا خواهر داره. My father doesn't have a brother. برادر نداره. مثلا برادرم My brother has a car. My sister has a laptop. مثلا بعد بیاید مثلا سراغ دخترمو، پسرعمو. برای همه اینا سعی کنید جمله بسازید. خیلی خیلی تاثیرگذاره توی یادگیری انگلیسیتون که به سطح قابل قبولی برسید. خب اگه این کارها رو انجام دادید، اون 30 تا قسمت رو انجام دادید و لغاتش رو هم رو گرفتید، شما تقریبا به سطح متوسط رسیدید. یعنی حتی به سطح بالاتر از متوسط هم به لحاظ گرامری رسیدید. فقط لغت‌ها رو، اون 1000 تا رو یاد گرفتید که باید لغت‌های بیشتری یاد بگیرید. من لغت‌های دیگه‌ای هم توی کانال گذاشتم. مثلا 2000 تا لغت دیگه هم داریم، بعد 1001 تا لغت دیگه هم داریم. اونها رو هم میتونید مطالعه کنید. اما بعد از این باید چیکار کنید؟ خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که بیاید مرور کنید و اون چیزهایی رو که یاد گرفتید تقویت کنید. یعنی مرور بشه، از منابع مختلف استفاده کنید، خودتون رو در معرض زبان قرار بدید که اون چیزهایی که یاد گرفتید این چیزا براتون ملکه ذهنتون بشه، درونی بشه و به صورت اتوماتیک جملات به زبونتون بیاد. برای این کار پیشنهاد من اینه که برید سراغ داستان‌های کوتاه سطربندی شده. کتاب‌های مختلفی هست. یکیش کتاب Steps to Understanding هست، شامل 4 تا جلده که من توی کانال جلد اولش رو به صورت کامل تدریس کردم. کتاب‌های Anecdotes in American English هست، اون هم شبیه همون هست و برای اون هم ویدیو هست توی کانال. و یا میتونید هر چیز دیگه‌ای که خودتون مناسب می‌بینید و پیدا کردید و بهش علاقه‌مند هستید رو پیدا کنید و سعی کنید این ارتباطاتون با زبان بیشتر و بیشتر بشه. وقتی شما به این سطح رسیدید، به مرور مسیر خودتون رو توی یادگیری زبان پیدا می‌کنید. لینک همه اون مطالبی که گفتم رو براتون توی زیر همین قسمت قرار میدم. انشالله حتما استفاده کنید و نتیجه رو برامون بنویسید. توی قسمت کامنت ها بگید که چیکار کردید و توی چه مرحله‌ای هستید. خوشحالم که همراه ما بودید و ممنون. تا فیلم بعدی، خدا نگهدارتون.